با مناسبت روز زبان تاجیکی طبق نقشه چهاربینی های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین میز مدور در موضوع زبان ما هستی ما برگزار گردید. مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر سید یونسیان این چهاربینی معرفتی را حسن آغاز بخشید. حاضرین را با روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباش نمود و پیرامون نقش و مقام زبان دولتی به حاضرین معلوماتی مفصل داد. استادان عزیز، آموزگاران محترم، چقدر که ما آگاه هستیم امروز در سراسر کشور محبوب ما تاجیکستان روزی زبان دولتی جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می‌شود. موافق نقشه چهاربینی های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین در تالار اطلاعاتی مقامات اجرایی حاکمیت شهر میز مدور تحت عنوان زبان ما هستی ما برگزار می شود که در این چهاربینی ادیبان، روزنامه‌نگاران و دیگران حضور دارند. سپس در این همایش معرفتی روزنامه‌نگاران تردیبای سالیزاده، عباس همراهزاده، شاهین ابلاخورزاده، استادان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین عبدالقادر نجمیدین، میزراب غفاروف، استادان کالج آموزگاری تاجیکستان صلاح‌الدین نظری، کاملجان احراروف، مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین روز ما شادی و دیگران به سخن برآمده پیرامون نقش و مقام زبان تاجیکی سهم و تلاش‌ها و اقدام‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت تکمیل و بزرگداشت زبان تاجیکی اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کردند. اصلا گیریم زبان دولتی یکی از رکن‌های هر کدام دولت این زبان است. مثلا دیگه امروزه که دولت برای دولت شدن یک ملت یک خلق مقرر میکنن یکی از رکن‌هاش زبان است. خوشبختانه زبان تاجیکی فارسی از قدیمترین زبان‌های میتوانیم گوییم که سیاره است. مثلا با این زبان آنچنان آثار ایجاد شده است که هنوز ما قطره از بحر وی با آشنا هستیم، شناس هستیم. یک یادداشت اینجا خاطررسان میکنم، یک مرتضی مطهری هست، عالم خیلی بزرگی محقق زبان ادبیات فارسی، یک رساله دارد، رساله خیلی حجمش کلان چون فرهنگ زبان تاجیکی، نامش سفینه شیر است. وقتی که من اون کتاب رو ورق زدم، منی متخصصی زبان ادبیات تاجیک، منی فیلولوگ، منی روزنامه‌نگار، با نام‌هایی که در آنجا نام شاعری و ادبایی که آنجا ثبت شده است بعدش بار اول خواندم. مثلا آنچنان این بحر زبان ما بی‌آخر است. خوشبختانه بعداً قانون زبان تکمیل و تحریر یافت و روز 5 اکتبر روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان اعتراف شد و در ملاقاتی که پیشوای ملت با در دانشگاهی در مراسم افتتاحی دانشگاهی زبان‌ها داشتند سنه 27 سپتامبر درباره زبان خیلی زیاد سخن‌ها گفتند. البته زبان دولتی است
دانستنش برای هر یک شهروند تاجیکستان فرض است. ولی در برابر این ما مشاهده میکنیم که سطح زباندانی مردم ما آنچنان که میخواهیم نیست. یک نمونه عادیش همین حتی در همین کوچه‌های شهر مهندسی در برزنین میبینیم چقدر با خطا است، چقدر با لفظ بیگانه است. در گفتگوهای بسیار مردم هم مثلا ما حتی در معامله هایی که بین هم می شود، مثلا ما همون آنچه که در لهجه ما در دیهمون تلفظ میکنیم گمانمون که معیار زبان ادبی هوای است. اصلا اینطور نیست. ما باید از کودکی به کودکمون با بچه‌مون تعلیم بدیم که معیاری معمولی زبان ادبیات رعایت کنند. این از کجا پیدا میشه؟ پیش از همه از تحصیلات، از خواندن، از محیط خانوادگی مکتب شده. اگر ما میخواسته باشیم که زبانمون قانون قاعده های زبانمون رعایت شود، باید پیش از همه کتاب بیشتر خونیم. این درد دیگر دوام ندارد. این درد دیگر دوام ندارد. ثانیاً ما یک اندیشه دیگر میکنم. مثلا ما از الفبا تا صنف 11 زبان میخوانیم، ادبیات میخوانیم. ولی چرا خط درده های مکتب های ما بعدی حتی بعدی خطی دانشگاه عالی در نوشتن یک جمله به زبان ادبی تاجیکی مشکلی میکشه؟ از کجا این؟ نقصش در کجاست؟ یا اصول تعلیم زبان تاجیکی کلا دیگر باید کرد، یا دفترداری و کارآموزی و سندنگاریت در همه مؤسسه‌های عالی مملکت جاری باید کرد. مثلا زبان مادری طبعی بعضی ها میپندارن، اگر به خطایشان اشاره کنیم میگن که من فیلولوگ نیستم. و این زبان فیلولوگ ها نیست، زبان مادری ما هست و ما وظیفه داریم و رعایت کنیم قاعده هاشون. البته درباره زبان، درباره مشکلات زبان زیاد حرف زدن ممکن است. من یاد دارم با بعضی منصبداران سطح میانه ما دیکتانت سنجشی گرفتیم. اغلب آنها از متنی که برای خواننده های صنف 5 پیش بینی شده است بهای غیر خبر بخش کردند. بعضیشان ماجستراتور خط کردند، همشون صاحب تحصیلات عالی هستند و موفقی وظیفهشون وظیفه دار هستند که مکتوب انشا کنند و متن نویسند. ما البته زبانی قناعتمند میگیم، زبان تاریخش خیلی زیاد میگیم، زبانی که با آن اثرهای عالمشمول ایجاد شده است. این مکتب بچه‌ها باشم در آمد مایه فخر ما هستیم، لیکن در برابر این طرفش هم دیدن نکنه که سطح زباندانی ما کاسته نشود. واقعا زبانی تاجیکی طوری اینجا تاکید کردید یکی از زبانهای مقتدر و خیلی قدیمی می باشد. اگر ما به تاریخ تشکل دولت‌های آسیای مرکزی نظر کنیم، گفتن زبان تاجیکی همچون زبان دولتی کاربست میشه. یک کتابی را آخرین امیر بخارا علی خان در کابل به انتشار رسانید که اون تاریخ امرای بخارا نام دارد. در آنجا گفت من از پدرم پرسیدم که چرا ما از قبیله های غیر تاجیک هستیم، ولی در بخارا زبان دولتی بخارا زبان تاجیکی است. پدرم به ما گفتن که این بزرگترین زبان است. زبان قبیله های ما با یگان مسئله های دولت و دولتداری، سیاست، ادبیات، فرهنگ مطابقت ندارد. متاسفانه ما صاحبان زبان امروز نسبت این بزرگترین رکن دولتداری و افتخار ملی یک نوع بی‌اعتنایی صورت می‌گیرد. ببینید امروز در شهر استانی پنجکین که برای تاجیکستانیان یک مرکزی تمدن است، زادگاهی امیر شاعران استاد ابو عبدالله مودتی
لایقی زنده یاد است، ولی ما زادگان این دیار باستانی در بسیار عادی‌ترین قاعده‌های زبانی تاجیکی را رعایت نمی‌کنیم. حتی در کوچه‌ها، در صحبت‌ها ما اهل زیاد، آموزگاران، روزنامه‌نگاران، راهبران با کلمه عبارت‌های استفاده می‌کنیم که واقعاً زبان تاجیکی ما را کاسته می‌سازد. امروز تحقیق شد که زبان معاشرت در کوچه‌ها ببینید در همین نقلیات شهر پنجکه می‌شینید اکثر کلمه‌ها به زبان روسی остановка оянда больница, остановка ساعت، остановка پیش отдел مثال. ولی که ما میتوانیم بگوییم که در زبان ما زبان بیمارخانه است، طبابتخانه است. برای چه ما نگه ایستگاه آخر؟ مثلا همین میدان مرکزی برای چه ما عدل میگوییم؟ برای چه نمیتوانیم بگوییم که اینجا میدان شاه اسماعیل سامانی یا نزد دروازه بخارا یا مثلا یک جایهای زیبا در ما بسیار است. من پیشنهاد میکنم که آینده از طریق شعبه‌های دختری مقامات باید که به همه راننده‌ها پیشنهاد گردد که در وقت حرکت زبان دولتی ما را رعایت نمایند. بسیار از مهمانان ایران میگیرند که چرا در پنجکند باستانی عالی‌ترین طلبات معیار زبان تاجیکی رعایت نمی‌شود و در مورد اون بعضی شعار و آویزه‌ها، بعضی نامگذاری‌ها حاجت سخن گفتن نیست. یکی از شخصان خیلی معتبر شادروان موری با ما گفتند که چند نفر عالمان از اکادمی مؤلف کتاب تاجیکان شادروان بابا جان غفور پرسان شدند که کی زبان تاجیکی ما زبانی بزرگ می‌شود. بابا جان غفور گفتند که اگر ما صاحبان این زبان با کوشش و تلاش‌های خویش آن را به سطح زبان فارسی ایران بلند برداریم، زبان ما باز هم معمول و مشهور می شود. اینجا تاکید شد که بعضی کتاب‌ها را ما کشاده می‌بینیم، محققان ایران، محققان جهان، ما در نزد دانش و ملکه آنها هیچ هستیم. ما گمان میکنیم که ما همه دانشمند هستیم، دانا هستیم. این دروغ است. اگر ما با تحقیقات جهانی با یک چشم خرد نظر افکنیم، ما می‌توانیم که امروز ما نسبت دانش و ملکه عالمان و محققان جهان خیلی حقیقی و ناتوان هستیم. ببینید یک راننده افغان، یک راننده ایران و تحصیلات عالی ندارد، یک صحبت می‌کند آدم در حیرت می‌ماند. مثلا ما روزنامه‌نگاران باور می‌کنیم در نزد یک راهبری معتبر می‌رویم، دو جمله با چه عذاب و مشقت‌ها می‌گویند. 5 بار می‌نویسید، 5 بار خطا می‌کنند. آدم حیران می‌شود که تحقیق شد که همه یک شعار من زبان ادبیات چین نیستم، من فیلولوژی تمام نکردم. این زبان دولتی است، زبان افتخاری ما است. من امروز اینجا خواننده‌ها حضور دارند، استادا حضور دارند. من پیشنهاد میکنم که ما باید زبان تاجیکی را خیلی دوست داریم. آن را از همه گونه گویش‌های بیگانه، از کلمه‌های عبارت‌های دغل کناره سازیم. یک عبارت است در پنجگین کوشه پیر شود. این کوشه پیر شود نیست، این عباره زیبای خوشپیر شود. یک کلمه زیبای ما گفته و یک زبان بیگانه همراه خوشپیر شود، معنیش همین که تا آخری عمر خوشبخت زندگی کنند. من این عباره کلمه‌های زیبای تاجیکانه را ما هیچگاه فراموش نکنیم. با فرزندان خود تبلیغ کنیم که آنها باید زبان تاجیکی را خیلی زیبا آموزند و معاشرت کنند. امروز باور میکنید در همین کوچه‌ها ما بگردیم، آدم‌های کلانسا، معلم‌های ازش نشستن، همین زبان قبیح فرزندان نبیرگان ما شرم انسان می‌آید. در کوچه سخن‌های بسیار بی‌آدابانه، سخنانی که با مردم ما خاص نیست. من امید می‌کنم که مردم پنجکند باستان همچون پیش آهنگان تمدن قدیمه زبان دولتی ما را خیلی دوست می‌دارند، آن را حفظ می‌کنند و این روز خجسته، روز زبان
دولتی جمهوری تاجیکستان را به همه شما مردم شریف پنجکنتی باستان و جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد میگویم. همیشه سربلند، خانه آباد، دوستداری زبان و فرهنگی ملت تاجیک باشد. استالین در یک اثرش میگوید که بدبختترین آن نفر است که زبان مادری خویش را ندانسته و زبان دیگر حرف میزند. من دعا میکنم که این گفته های استالین یک عالم معنی دارد. وقتی که انسان زبان مادری خودش را درست نمیداند و به زبان خارج حرف میزند، نه معنی اون زبان را میره نه معنی زبان خویش را. و این روز زیاد است میان ما چنین نفران که به زبان بیگانه حرف میزنند، بعضا میگن که ما زبان مادری خویش را نمیدانیم که این بدبختی است. پاس داشتن زبان تنها در روز جشن نیست، بلکه همه روزه باید باشد. اما ما تأسف که ما فقط تنها در از این جشن با این جشن زبان را یاد میکنیم و تاثیر این آن است که ببینید در کوچه ها وقتی که میگردید نام مغازه ها رو میبینید در حیرت میمونید. پرنسسا و نمیدونم کیمچی جنبول، کباب چینگیزی و جگری چینگیزی و سطحهای دیگر. همچنین در فیسبوک هم چنان الفاظی می‌نویسند که در حیرت میشه. و من دعا میکنم که تازگی زبان این خود مردمان هستند و اگر ما کوشش کنیم که زبان ما چون در ثابته که زندیات حضرت عینی می‌نویسند و نویسنده های دیگر ساقی منوزاده و همچنین مولانا وفا و زبان کلاسیک اگر چنین می‌نویسیم خیلی خوب است. و اینجا بسیار خوب گفتن که از مابین خلق هم دردانه های هستی باید چین. زمانی که من بار اول با فکلته ژورنالیستیک وارد شدم درس عمومی زبان می‌گذاشتیم، شادروان سعید حلیموف وقتی در آمدن اولین سوالشان این بود که چند نفر از پنجگین هستن باباشان. اما 5 نفر باباشیم، 1 نفر من از فکلته ژورنالیستیک دیگر از فکلته زبان ادبیات. و ایشان پرسیدن که همتون از پنجگین هستید؟ هم کدامتون از دیگه هستید؟ خب 3 نفر قشبرسنگی ما از دیگه هستیم. گفتن نیاریستن چی است؟ میدونید؟ اونا خاموش شدن. گفتن نیاریست، بازم نیاریست. چخیل در دهات شما در دهات شما این کلمه زنده نیست؟ و آنها در حیرت بودن. من گفتم استاد من جواب کردم چی است نیاریستن؟ گفتن بله جواب دهید. گفتن جرأت نکردن است. تو از شهر هستی یا دیگر؟ من گفتم که من از شهر هستم. از کجا میدونم؟ گفتم در شهر هم عباره زنده است. کنسپت های پیشین میبینید این چیزا که یعنی نیاریست. و ببینید که با یک همین سوال علاقه دریافتن که در کجا این شیوه استفاده میشه، این عبارت استفاده میشه. و همین گونه کلمه‌ای هستند که کلمه‌های مروارید هستند در میان مردم. مثلا در اثرهای بهمنجاب خیلی زیاد استفاده شده است. و من چی تمنا دارم؟ تمنا را دارم که زبان ما نباید آلوده باشد، بلکه روز به روز ما کوشش کنیم که سایر زبان‌ها که زبان خود را حفظ کنیم. خیلی که استاد رایه گفتن که دولت‌های بزرگی که بودن که وقتی که عرب‌ها اونها را ضبط کردن زبان خودشون را داشتن نتوانستن و زبانشان عربی شد. اما مردم خراسان و ماوراءالنهر توانستند که این زبان را نگاه دارن و صاحب آن باشند. و این روز هم من تمنای آن را دارم که این زبان را نگاه داریم و صاحب آن باشیم. 1000 سالهای دیگر برای ملت ما، برای فرزندان ما خدمت کنند. سلامت باشید. یک بار دیگر مبارک باشد. پیش از همه از مرکزهای تمدن رو ماندنیم ما دیگر در زیر تاثیر زبان روسی و زبان ترکی که جمهوری همسایه و همون اردنی ما بودند البته به تاثیر نبود و همین چیزها سببی آن شد که زبان ما نسبتا
زبان رو باید بکنم یک کاستگر و پیش از همه باید به زبان محبت داشت و محبت وقتی که به زبان محبت داریم ما کوشش میکنیم که زبان رو خوبتر و بهتر آموزیم و اون سوری میگوید که چو با آدمی جفت گردد پری نگوید پری جز به لفظی دری. این چقدر زیبا سخن و زبان ما به کدام درجه بوده است حتی فرشته ها حتی فرشته ها و گفتیم که هر کس زبان خودش رو البته تعریف میکنه لیکن زبان ما رو نه تنها خودی هم ملتان خودمان تاجیکان ایرانیان تعریف کردن بلکه و بیرونه ها هم از جمله الجایز در کتاب بیان میگوید که ما میدانیم که شیرین سخنترین مردم دنیا فارس‌ها یا اینکه باز حاج سلیمان شاعر روس‌زبان قزاق وی میگوید که در کتاب فکرم ازیه میگوید که زبان فارسی زبان شعر است و واقعا اگر ما با شاهنامه رو بیاریم شاهنامه خوانی را تشریح کنیم در مکتب‌ها این بهترین زبان ما در این شاهنامه است. در شاهنامه فردوسی همگی یک 700 کلمه عربی را کار فرموده است که اونها هم معمول شده تاجیک شده و دیگر به تمام زبان تاجیک است. لیکن افسوس که در گذشته همین شاهنامه خوانی بوده است. امروز شاهنامه را ممکن به شما رو به ما در بین ما میدن من خواندم خوشبختانه خواندم نمیدونم که خوانده باشد بسیار کم آدم‌ها شاهنامه اصل را خواندن نوجلی را به اون قسمت است. بیش از همین خیلی وقتی که ما همین گونه ادبیات توانا داریم ولی سبب اساسی نمودن زبان ما همین است ورنه به امید ما زبانداری ما زبان اون قیام می‌مونه و قدیمترین زبان زنده دنیاست. اینا باعث افتخار است و اکنون بعد از آن که مستقلیت به دست آمد استقلال البته کوشش هست ممکن نمی‌تونم که اکنون زبان ما به خرابی رو برد البته پیشروی‌ها هست من یکی همون تشکیل فروغ صوفی جامعی من شاگرد ما بینیم خواننده صنفی در 11 همون رحمان رسیدین رو از منبرهای برند تشکیل با زبان اجازه دارم پس اینجا شاگردان که هستن پس اساسش چی بوده است روی آوردن به کتاب و خواندن و محبت به زبان درباره زبان ما 4 تا شعر بسیار عجیب است یکی شعر مومن قناعت انگویی دیگر شعر بازار صابر هرچی از مال دنیا داشت کرد دیگر شعر استاد لایق زبان گم کرده و دیگر شعر عبید رجب تا هست عالمی همین 4 شعر رو حتما اینجا شاگردان هستن حتما باید شاگردان مجید کنند چون که خود همین محبت رو زیاد میکند نسبت به زبان وقتی که ما زبان ما رو که دوست داریم البته هیچ گونه میگذاریم که باید خواه شود زبان ما صاحب زبان ما که هرچی داشتن دادن داوتی باتا ثابتی هرچی او از مال دنیا داشتن خیفی بر خود و خارا داشتن اگر شکنه چه میگه استادم گفتن این روز اگر همون رسیه پتربورگ و مسکوی گیره چی میگه از ما این دو مرکزی بزرگی تمدن ما را از ما جدا کردن تنها همین زبان ما با خدمت و تلاش‌های فرزندان فرخونده‌اش تا برجام و همین یک چیز میگم که این زبان شعر است حتی نظامی گنجوی در یک جمله میگه که در لغت عشق سخن جان ماست ما سخن این طرل ایوان ماست بلبل عرشند سخن پروران باز چه مانند با آن دیگران و همین چیز حقیقتا هم ما چیکار باید کنیم یکم از ما استادان همین را طلب میکنند که برای پاکیزگی زبان و از تاریخ و تمدن تاریخ زبان خود و شاگردان ما یک معلوماتی خوب بتانیم که فراموش نکنیم و دیگرش این که در گفتارهای برادران ما بی‌طرف نباشیم شما گفتن حتی یک سخن میبینیم باید که در اصلاح آن باشیم و یک چیز فراموش نمیکنم که استاد محمد جان شکوری گفتن که وقتی که ما در ساچی با همون محمد جان واحد بودیم محمد جان واحد با تاجیکی شعر میخوان باز طلب میکردن که خوان بعد از اونا پرسیدم که آیا شما زبان تاجیکی میدونید
و جز یک نفر گفت که ما نمیدانیم. پس برای چی طلب میکنید؟ گفتن که آهنگش دلنشین است، بهش خیلی فارغ است. پس معلوم می شود که زبان تاجیکی این زبان شعر است، سخن است که گرچه هندو در ذوبت شکر است، طرز گفتار در شیرین تر است. و حتی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که زبان اهل بهشت است. پس که زبان اهل بهشت باشد، ما پیروان این زبان و فرزندان این زبان باید که این زبان رو پاس داریم. و حتی یکی از سرور دولت که یک میگیم که رژیم ستالینی بود، وقتی که زبان‌های آسیا میانه پیشخوان میکنن زبان تاجیکی را نمینیستن. انا همون فرزندهای درون ناخانک و عار ناموس تاجیک بودن که همون نام تاجیکی نمینیستن. پس میگه که در همون جا یک ملتی هست میگود که همون حافظ و زبان همون هست، بعد میگن که تاجیک و بهای همون ستالین. پس ما چیکار ما باید کرد؟ و این روز در همین روز که هستیم برای گرچند ما میگیم خلق نه، استاد صدرالدین عینی میگن که از خلق هم بسیار آموختن ممکن است. از خلق اون کلمه های میگن سره میگن از ناسره باید جدا کرده آموزیم و بعضی آنها همون چیزهایی که نادرست بیان میکنن فهمونیم و کوشش کنیم که خوانیم. وقتی که میخوانیم انشاءالله چه استاد گفتن، اون یک استاد ما رفته بودن هندوستان آمدن گریه کردن، گفتن که باور میکنید در هندوستان گفتن کتابخانه هایی هست که درش بسته کلا همون کتاب ها به زبان فارسی تاجیکی گفتن. این گفتن یکم کار کردن نشست میکن، حتی چند گرفتگی از در آمدیم همش به زبان همین فارسی تاجیکی است. اما شما الان برداران این زبان شیرین در این روز مبارکباد میگویم و تمنای آن دارم که این زمان ما عالمگیر بود و بگذار عالمگیر ماند و همیشه سربلند و غلامخواه باشیم. یک دوست خواهم در مورد تعریف زبان تاجیکی همین رو یادآور شدنی هستم که زبان تاجیکی که استاد گفتن یکی از زبان‌های مقتدرترین روی دنیا است و زبان تاجیکی فارسی دری تاریخ خیلی دور و دراز دارد و سه دوره انکشاف رو در بر میگیرد. دوره یکم این دوره از پای 3 سال پیش از میلاد دوره هخامنشیان ها رو در بر میگیرد که هنوز با خط میخی زبان ما در زبان قدیمی ما انشا شدگی بود که نمونه آن در کوههای بیستونی جمهوری ایران جاگیر است و در واسطه خط میخی افاده افته است که آن میگد آدم در روش شایفی را بازد که بیشتر از پای هرچه هخامنش. این متنی بود که متن قدیمترین زبان ما به شمار می رود و دوره دوم انکشاف زبان تاجیکی این دوره میانه به حساب می رود که این نوشته‌های اوستای مقدس، همچنین کارنامه اردشیر باباکان، یادگار زریلان و باز بسیار روایت‌هایی که آورده شده است این به زبان فارسی میانه تعلق دارد. و دوره سیوم اکنون از دوره نو به شمار می‌رود که این از بعد یعنی آغاز عصرهای 7 و 8 در دوره تابعیان و صفاری ها آغاز یافته در دوره سامانیان با اوج اعلایش رسیده است. من در همینجا یک نکته رو قید کردنی هستم که بعضی دولت های ابرقدرتی که همین حاضر هستند در روی دنیا هنوز در دوره یکمی حتی دویمی ترقیات زبان تاجیکی حال ختم نداشتند. از این نقطه نظر ما باید افتخار کنیم که ما زبان قدرتمند و پر اقتدار داریم و همچنین گیوته یک شاعر بزرگ آلمانی میگه که وقتی که من با نوشتجات‌های بزرگان ادبیات فارسی تاجیک نگاه میکنم، آنها یعنی فارسی گویان تاجیکی گویان روی دنیا همگی 7 نفر از این بزرگان رو اعتراف کردند، یعنی فردوسی و انوری و سعدی و حافظ و مولانا جامی.
و من میگد اگر از اصول اینها خبردار شوم من در نزد اینها هیچ چیزم. پس معلوم شود که یک بزرگترین شاعر روی دنیا بزرگان ما رو اعتراف کرده باشد. پس معلوم شود که زبان ما خیلی مقتدر است و شرافت همین بزرگان یعنی اثرهای بزرگان ما رودکی و فردوسی و حافظ و سعدی و مولانا جامی از آن صاحب و بیدل شرافت اثرهای همین ها زبان ما زبانی مقتدر باقی ما و تا این روزه آن دوام میکند. کم خلقهای در دنیا هستند که مانند تاجیکان زبانشون رو در این مدت خیلی دراز دور و دراز حفظ کرده توانست. هرچند که آنها بعد از یعنی ما بعد از سامانیان استقلالیت سیاسی نداشتیم، لیکن زبان ما زبانی یعنی دولتی بود و تمام سلاله های من بعده که بعد از سامانیان آمدن تا انقلاب اکتبر اما با زبان تاجیکی کارگزاری دولتی داشتن و پس از انقلاب اکتبر سال 1924 جمهوری تاجیکستان تشکیل یافت. سال 1929 جمهوری اتونومی در داخل ازبکستان. بعد از آن 1929 جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان تشکیل یافت که در اینجا قید کرده میشه که زبان تاجیکی زبانی دولتی است و خیلی استاد قید کردن در بین خلق‌های اتحاد شوروی. اولین خلقی بود که خلق تاجیک سال 1989 قانون زبان خودش رو قبول کرد. از این معلوم شد که باز دوام شد که در دوره استقلالیت زبان ما خیلی رشد و نمو یافت و ما وطنداران صاحبان زبان را وظیفه در همین می‌ایستد که همین کار بزرگان خودمون رو ادامه دهیم و زبان ما رو حفظ کنیم. چون که چه که استاد گفتن نما قید کردن زبان یک رکن دولت است، یک پایه ملت است. اگر یک کرسی 4 پایه داشتگی باشد یک پایه‌اش زبان است. پس معلوم شد که حفظ زبان این حفظ مرز بومی تاجیکستان عزیز، حفظ زبان این مقتدری و بزرگی زبانی ما می باشد. من اگر به طرف نظر کنیم که کور کردند انگلیسی ها یکون رو در بود فردوسی فرمون کردن که زیر پای فیل برطایب ادیب ساقی رو به گردنش سنگ بسته غرق دریا کردن و اینکه الهیه در سری بزرگی را برده سنگ ساب کردن قطره خون کش کنید و اینکه کتابخانه بسیار بزرگی بخارا بود سامانه اون حکمت بودن و مش بهترم متأسفم. یعنی ما همون گفتیم استاد که هرچی از مای دنیا داشت ما همه چیز از دست دادیم و ما خوشبختانه که زبان ما از دست ندادیم. برای چه این گویی این است که زبان ما یک زبان مقتدره با هم زبان‌های عربی و دیگر اونهایی که می‌خواستن اینو محو کنن نه تنها طاقت کرد بلکه اونها مجبور کرد که ما همون چیز زبان دولتی اعتراف کنیم. تا بگویم به دوره نو دوره نو صرف شد. هرچند که برابری زبان ها کفالت داده شده گناه شده بود اما دایره استعمال زبان تاجیکی خیلی کم شد. از همین سبب ما تا حتی پیش از آن که استقلالیت دولتی اعلام کنیم ما زبان ما دولتی کردیم. این چی معنی دارد؟ البته خب در این اطراف بسیار گپ ممکن است اما یک نکته مهمش اون است که زبان در حمایه دولت قرار گرفت. یعنی از همین جهت هم پرزیدنت محترم ما همیشه در بارش ما زبان غمخواری میکنه خیلی سخنهای زیاد در این باره و چیز دیگرش این است که هرچند که ما دو مراتب خانه زبان قبول کردیم این بار انجام اکتبر سال 2009 اما هنوز واقعا هم سطح زبانداری ما به درجه کافی نیست. نگوی یک رکن دیگری مهمی همین زبان خط است و خط با قاعده های درست نویسی دارد. ما میگیم قاعده های املا. ما هم دوره استقلالیت به 3 مراتب قاعده های املا رواج کردیم. یک بار سال 1998 بود، یک بار سال 2011 و آخرین 30 ایون سال 2021 یک سال پیش. اما باز هم می‌بینی حالا بعضی ها هنوز همون علامت جدایی استفاده می‌برند در نوشتهشون. مثلا دریای همون پیش از بیاد بسر
اعتبار نمیدونم فیسبوک دیگر چون یعنی ما بخبر هستن که ما واردات 20 سال گذشته شد که و حرف برآورده پرداختیم یا اینکه انا همین نزدیکی به یک شعر و حواله هم برداشتن که ما از الفبا علامت سطحی گرفته پرداخته باشیم یا که میگن که ما دیگر حرفی اوی نمی‌نویسیم حرفی اوی بنویسیم این کاملا غلط است. من در ایدی 80 سالگی شهر دوشنبه در نزد تئاتر اپرا بالت در نمایشی مردم یهودی اشتراک کردم. رفتن آنها رو از دوشنبه قریب 30 سال شده است که آنها رو همین خیلی زبان زیبای تاجیکی برنده ها سخن کردن، حافظ ها سرایدن که من هیچ فراموش کردن نمیتوانم. دختری من 5 سال پیش از شهری سنت پتربورگ و نیدرلند گلند کوچید. نبیره هم با زبان روسی و گلندی گپ زدن یک تیز آموختن زبان. بعد یک زنی روس از دختری من بگی من وقتی انقلاب روس از روسیه کوچیده و این دولت خارجی آمدم و لیکن من نموندم که نبیره های من فرزندای من زبان روسیه از خاطر برولم برای تو خطا کرده ایستاده که فرزندات با زبان مادری خودشون گپ نمیزنن. همین چیز به دختری من درس شد و امروز هرچی نبیرهای من با زبان تاجیکی هم سخن میکنن و از سلام بیبی گفته سخن آغاز میکنن و من خرسند میشم که هرچی آنها زبان تاجیکی رو فراموش نمیکنن. در دور از تاجیکستان زندگی کرده. دختری خردی هم در دانشگاه ملی میخواند و با سبب آیله داشتن چند سال از درس بیرون و از سر قبول شده. وقتی امتحان دولتی هم دانشگاه ملی و فقط ترسیده میشته من چقدر درس رو و چقدر امتحان میسپرم. وقتی که امتحان سپرد بعد از امتحان همین هم آموزگارا گفتن که یگانه شخصی که با زبان خوشروی تاجیکی گپ زد این تو بودی بعد با روی 5 موندن دیگه همه آموزش با روی 3 ریختگی اصلا یعنی که زبان ما این قدر زبان زیبا نباید که ما فراموش کنیم. حالا بعضی خارجه رفتن که زبان خود رو فراموش میکنن. من یک خشم در امریکا زندگی میکنم. 2 پسرش 30 سال شده است که آنها در آنجا با زبان تاجیکی گپ زدن نمیتوانند. هر بار بابای بیبی ها که روند آنجا ذکر شده میکنم که نبیره همو زبان خود وقتی با ما صحبت کردن نمیتوانند. این خطاگی البته پدر و مادر است. برای من گفتنی هستم که در یهودی ها انسمبل 6 مقام دارن. بچه های 10-12 ساله آنها تاجیکستان دیدگی نیستن لیکن آنقدر با زبان تاجیکی مخشر 6 مقام میخوانم که من هر بار گوش کرده در حیرت میشم. گفتنی هم که یعنی زبان ما رو دیگر مردم ملت ها اینقدر دوست میدارن و 30 سال شده است از بین نبودن در بین خودشون. در خاتمه این همایش باری دیگر تاکید کردید که ما باید زبان تاجیکی خویش را دوست داریم. برای آموزش تکامل آن تمام جهد و تلاش های خویش را روانه سازیم زیرا زبان ملت این هستی ملت است.